امروزه تقریبا در هر گوشه‌ای از جهان میتونی یک بطری کوکاکولا پیدا کنی، از شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای دور افتاده. اما عجیب ترین قسمت داستان این نیست. عجیب ترین قسمت اینه که کوکاکولا در ابتدا تقریبا هیچ دلیلی برای تبدیل شدن به یک امپراتور جهانی رو نداشت. نه اولین نوشابه دنیا بود، نه فناوری مخفی و عجیبی داشت، نه طعمی داشت که همه رقیب‌ها رو نابود کنه. حتی در روزهای اول فروشش اونقدر کم بود که کسی تصور نمی‌کرد روزی به یکی از شناخته شده ترین نام‌های روی زمین تبدیل بشه. پس سوال اینجاست: چطوری یک نوشیدنی معمولی تونست از مرز زبان‌ها، کشورها و فرهنگ‌ها عبور کنه؟ برای پیدا کردن جواب باید از یک شکست تقریباً فراموش شده شروع کنیم. در سال 1886 میلادی یک داروساز آمریکایی به نام جان پمبرتون در آزمایشگاه کوچک خودش در حال ساختن نوشیدنی جدیدی بود. هدف او ساختن یک برند میلیارد دلاری نبود. او دنبال محصولی برای کاهش خستگی و سردرد بود. نتیجه چیزی شد که بعدها کوکاکولا نام گرفت. اما شروع کار ناامید کننده بود. فروش کم بود، مردم توجه زیادی نشان نمیدادند و هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که این نوشیدنی ساده روزی به بخشی از زندگی میلیاردها انسان تبدیل بشه. اگر داستان همینجا تمام میشد، احتمالاً امروز نام کوکاکولا را هرگز نمیشنیدیم. اما یک نفر وارد داستان شد که چیزی فراتر از یک نوشیدنی را میدید. آن شخص آسا گریگز کندلر بود. او کوکاکولا را خرید و تصمیمی گرفت که در آن زمان عجیب به نظر می رسید. او شروع کرد به دادن کوپن‌های رایگان. لوگوی کوکاکولا را روی تقویم‌ها، ساعت‌ها، دفترها و تقریباً هر چیزی که مردم هر روز می‌دیدند چاپ کرد. ایده ساده بود. اگر مردم هر روز نام تو را ببینند، روزی آن را امتحان خواهند کرد. کم کم اتفاق عجیبی افتاد. خیلی‌ها قبل از اینکه طعم کوکاکولا را بشناسند، نامش را می‌شناختند. اما دیده شدن فقط اولین قدم بود. یک مشکل بزرگتر هنوز وجود داشت. چطور میتوانی یک نوشیدنی را به تمام جهان برسانی؟ بسیاری فکر میکنن راز موفقیت کوکاکولا تبلیغات بود. اما یکی از مهمترین تصمیم‌های تاریخ این شرکت در کارخانه‌ها اتفاق افتاد. کوکاکولا حق بطری سازی نوشابه خود را به شرکت‌های محلی واگذار کرد. این یعنی لازم نبود خودش در هر شهر و هر کشور کارخانه بسازه. شرکت‌های محلی سرمایه‌گذاری، تولید و محصول را توزیع می‌کردند. یک ایده ساده اما با یک نتیجه بزرگ. کوکاکولا دیگر فقط یک شرکت آمریکایی نبود. کم کم تبدیل به شبکه‌ای شد که می‌توانست تقریباً در هر جای دنیا رشد کند. اما هنوز یک اتفاق بزرگ باقی مانده بود. اتفاقی که سرعت این گسترش را چند برابر کرد. سالهای جنگ جهانی دوم فرا رسید. دورانی که بسیاری از شرکت‌ها با بحران روبرو شدند. اما کوکاکولا تصمیم متفاوتی گرفت. مدیران شرکت گفتند هر سرباز آمریکایی در هر نقطه از جهان باید بتونه یک بطری کوکاکولا با همان قیمت معمولی بخره. شاید این فقط یک نوشابه به نظر می رسید، اما برای سربازی که هزاران کیلومتر از خانه فاصله داشت، آن بطری می توانست یادآور زندگی عادی و خانه باشد. برای همین کارخانه‌های تولید در کشورهای مختلف ساخته شدند. جنگ تمام شد. سربازها به خانه برگشتند. اما کارخانه‌ها باقی ماندند و کوکاکولا حالا در سراسر جهان حضور داشت. اجازه بده یک سوال بپرسم. وقتی به تبلیغات کوکاکولا فکر می‌کنی چه چیزی یادت میاد؟ فرمول شیمیایی نوشابه، مراحل تولید، کارخانه‌ها؟ احتمالاً نه. چیزی که می‌بینی خنده هاست. دوستانی که کنار هم هستند، خانواده‌ها، جشن‌ها، لحظه‌های خوب زندگی. کوکاکولا خیلی زود فهمید بزرگترین نبرد در فروشگاه‌ها اتفاق نمی‌افته، بلکه در ذهن انسان هاست. برای همین به جای اینکه فقط نوشابه بفروشه، سعی کرد احساس، خاطره و لحظه‌های خوش رو به نام خودش ثبت کنه. البته هیچ پادشاهی بدون رقیب نمیمونه. پپسی وارد میدون شد. جنگی که بعدها به یکی از بزرگترین رقابت‌های تجاری جهان تبدیل شد. ستاره‌های مشهور، کمپین‌های چند میلیون دلاری و حتی آزمایش‌هایی که ادعا می‌کردند مردم پپسی را بیشتر دوست دارند. اما یک واقعیت جالب وجود داشت. این رقابت فقط فروش نوشابه را بیشتر نکرد. باعث شد نام کوکاکولا و پپسی دهه‌ها در ذهن مردم باقی بماند. سال 1985
مدیران کوکا فکر کردند زمان تغییر فرمول رسیده است. آنها نوشابه جدیدی معرفی کردند، نیو کوک. در آزمایش‌ها نتیجه عالی بود. بسیاری از مردم طعم جدید را ترجیح می‌دادند. از نظر منطقی تصمیم درست به نظر می‌رسید، اما بازار منطق نداشت. مردم عصبانی بودند، چون آنچه از دست داده بودند فقط یک نوشیدنی نبود، بخشی از خاطراتشان بود. اعتراضها بالا گرفت و کوکا مجبور شد فرمول کلاسیک را بازگرداند. در آن لحظه شرکت یک حقیقت بزرگ را فهمید. آنها دیگر فقط صاحب یک محصول نبودند، صاحب بخشی از خاطرات میلیون‌ها نفر بودند. پس راز کوکاکولا چه بود؟ نه یک فرمول جادویی، نه بهترین طعم دنیا و نه فقط تبلیغات. راز آن ترکیبی از چند چیز بود. اول، کاری کرد مردم نامش را فراموش نکنند. بعد، سیستمی ساخت که بتواند به هر نقطه از جهان برسد و در نهایت خودش را به لحظه‌های خوش زندگی مردم گره زد. شاید بزرگترین پیروزی کوکاکولا این نبود که میلیاردها بطری فروخت. بزرگترین پیروزیش این بود که یک نوشیدنی ساده را به یک خاطره جهانی تبدیل کرد. و وقتی یک محصول تبدیل به خاطره شود، دیگر فقط یک محصول نیست. آن محصول تبدیل به بخشی از فرهنگ انسان‌ها می شود.